دروازه‌بانا رو میشه تو دسته عجیب ترین آدمای دنیا دسته‌بندی کرد. آدمایی که توی ورزش گروهی انفرادی ترین پست رو انتخاب میکنن. پستی که نمیشه وظایفش رو با کسی تقسیم کرد. نمیشه برای پوشوندن ضعفاش رو کس دیگه‌ای حساب کرد. نمیشه حواس پرت بود و نمیشه کس دیگه‌ای رو به خاطر خرابکاریاش شماتت کرد. ممکنه وظایفشون رو بقیه انجام بدن. اونا این لطفشون رو جبران میکنن و حتی به طمع انجام وظایف بقیه میافتن. دروازه‌بانا آدمایی هستن که احتمالاً فقط به یه دلیل دستکش دستشون میکنن و روی لبه پرتگاه سقوط بالا و پایین میپرن. هوس انجام کاری که هیچ کسی جرأت انجامشو نداره. تو مستطیل سبز بیش از هر پست دیگه‌ای این گلران که غیر ممکن و ممکن میکنن.